آقای بشارت‌فر سلام عرض میکنم. بسیار تشکر میکنم از اینکه خواهش ما را قبول کردین و همین گفتگوی داشته باشیم در فعالیت‌هایی که برای جامعه گمرک کرد و کلا این منطقه و کل ایران انجام دادیم. ما از طریق مطبوعات و در جریان فعالیت‌های شما قرار گرفتیم. شما در رابطه با آسیب‌های اجتماعی کار کردیم. یه موضوعی که این نقطه زمانی بیش از هر زمان دیگه برای جامعه ما، مردم ما مطرح است. خانواده‌های زیادی از این آسیب رنج میبرن و افراد زیادی مثلا زندگیشون تباه شده. به هر حال هرچند که این آسیب‌های اجتماعی پدیده‌های متغیری هستند، نسبی هستند، ولی به هر حال داده‌های علم اینجا که شما تحصیل کردیم، شما خواهش دارم که قبل از هر چیزی ما را علاقه‌مندان ما را گوش خواهند داد و خودتون معرفی کنید. بنده بشارت‌فر در حال حاضر ساکن شهرستان گمرک کابل هستم و البته اصلیتم برمیگرده به سیمین شهر، اسم سابقش کلید و سوابق فرهنگی اگه دربارش بخوام صحبت کنم، حدود 30 سال در آموزش پرورش در مواقع مختلف تدریس داشتم و 15 سال هم به عنوان مدرس مدعو در دانشگاه پیام‌نور مرکز گمرک تدریس داشتم و این اواخر هم که بعد از بازنشستگی فعالیت‌هایم رو در راستای انتشارات شدت بخشیدم و مدیر انتشارات بشارت‌فر هستم. در این حال در این راستا در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنم و البته سوابق فرهنگی فعالیت‌های مثل اشاره بکنم سوابق فرهنگی عضو شورای فرهنگ عمومی استان گلستان بودم، عضو هیئت منصفه سابق مطبوعات بودم در استان گلستان و در حال حاضر عضو شورای مؤسسان مدارس غیردولتی استان گلستان هستم و البته خب این سوابق رو بخوام ادامه بدم شاید وقت بیشتری رو بگیره. من به همین مقدار بسنجاری کنم. با توجه به سوابق فرهنگی در سطوح آموزش پرورش و آموزش عالی داشتم، احساس نیاز کردم که در این راستا جهت پیشگیری و یا پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی یک سری فعالیت‌های فرهنگی رو جهت ارائه خدمات فرهنگی انجام. این است در ابتدا شروع کردم به تألیف و چاپ کتاب‌هایی تحت عنوان پیشگیری از اعتیاد، ایدز و آموزش مهارت‌های زندگی، آموزش خانوادگی و آموزش تربیتی تألیفاتی در این راستا داشتم و بعدها دیدم که بازار کتاب افسرده است و زیاد از کتاب استقبال نمیشه. کتابخوان تعدادشون در سطح جامعه خیلی کم به نظر رسید. من دست به یک ابتکاراتی خلاقیت‌هایی زدم و البته همکاران دیگر هم در سطح کتابخانه‌های عمومی و دادگستری گمرک در این راستا سهیم بودن، همکاری‌های لازم رو داشتن و در رابطه با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بالاخص که طلاق که بیداد میکنه در سطح جامعه ما به حالت پیشگیری داره، فراگیر داره و با توجه به آخرین اعمال‌هایی که به نظر میرسه که
گوش میرسه و شیوه‌ها رو میبره که از هر 5 ازدواج یک موردش به جدایی طلاق منجر میشه. این است من تصمیم گرفتم کتاب‌ها را به صورت پالتویی یا کوچک یا جیبی در طرح‌های کوچکی طراحی بکنم، تعریف بکنم و به چاپ. بعد موضوع گردید که عنوان سومین شهر ایران و این اتفاق بزرگی بود که نمونه‌هایی از این اولین صفحه‌ش این دعوتنامه نمونه‌ای است که میتونن دو منظوره از این کتابچه‌های کوچک استفاده کنن. با امتیاز همین کتابچه‌های کوچک گنبد به عنوان سومین شهر پایتخت کتاب ایران انتخاب شد. و اخیراً یک مدل جدیدتری رو هم که با حجم کمتری، مطالب مختصرتری من این شکل در آوردم که این جاذبه شاید بیشتر باشه، تحت عنوان پیام شادی. و اولین صفحه این کتاب رو که ما باز میکنیم شناسنامه این کتاب هست و بعد به این ترتیب یه مدل، یه نمونه از دعوتنامه در اینجا آوردیم که برگزار کنندگان جشنواره میتونن از این صفحه جهت دعوت از مهمانان استفاده بکنن. و منظور ما، هدف ما از این کارها، از این نوآوری ها این است که این هم کتاب هست و هم کارت دعوت در جشن عروسی. به جای اینکه برگزار کنندگان جشن عروسی از کارت های تشریفاتی گران قیمت استفاده بکنن، از این کارت کتاب های که ارزان قیمت استفاده بکنن و تا زمانی که این نهادینه بشه، معمول بشه در سطح جامعه، ما نیاز به همکاری مساعدت افراد خیراندیش و فرهنگیش داریم و به همین ترتیب ارگان‌ها و ادارات زیربطن از این انتظار داریم که همکاری‌های لازم رو در این راستا به عمل بیاورن و به این وسیله این نهادینه بشه در سطح جامعه یه حالت اتوماسیون پیدا بکنه، اتوماتیکوار. بعدها خود مردم با استفاده از انرژی خودشون، هزینه‌های خودشون صرف میکنن، این دیگه نهادینه میشه و به این وسیله ناگفته‌های والدین رو، پدران و مادران و معلمین رو در سطح خانواده یادآوری میکنه و محتواش هم اگر بخوایم بررسی بکنیم که این شکل حالت کتابی یا پلکانی یا آکادمی باز میشه. این کتاب‌هایی که ما تعلیف کردیم هست در این بحثا و بعد در رابطه با مشاوره ازدواج، بعد هدف از طراحی این کارت کتاب‌ها و کلاً فواید ازدواج، ملک‌ها و معیار انتخاب همسر، عبور از شرایط بحرانی و به همین ترتیب توصیه‌ها و شرایط لازم جهت ازدواج و به هر حال روانشناسی، تندرستی و بهداشت روانی و یک سری مسائلی که در زندگی روزمره ضرورت داره. با توجه به درک شرایط و ضرورت‌ها ما این کتاب‌ها رو طراحی کردیم و در 10 مدل متفاوت هست و انشاءالله در آینده نزدیک مدل‌های دیگری رو هم تعلیف و طراحی خواهیم کرد که به این وسیله عنوان بازوی پرتوان در کنار آموزش پرورش باشیم. کار انجمن اولیا مربیان رو سرعت ببخشیم یا کار آموزش خانواده رو سرعت ببخشیم و این در کنار آموزش پرورش یک نقش مهم و اساسی میتونه داشته باشه و مسئولین، مدیران در رده‌های بالای جامعه اهمیت موضوع رو درک کردن و تایید کردن، تشویق کردن ما رو و انشاءالله امیدواریم که افراد خیراندیش هم و ارگان‌های زیربط هم در این راستا ما رو یار و یاور باشن، مساعدت‌های لازم رو به عمل بیاورن و یا که تایید و تشویق نیاز روانی هر انسان و هر جهت ما با تایید و تشویقات افراد خیراندیش
و مدیران و مدیران که نقش اساسی دارن در تعلیم و تربیت میتونیم خیلی از کارها را انجام بدیم و اجرای یک کار خوب یا اجرایی کردن یا عملیاتی کردن یک برنامه خوب و مردمی در سایه روابط انسانی مطلوب ممکن و میسر هست و ما امیدواریم که در این راستا بیش از پیش قدم‌های جدیدی رو برداریم و از مشکلات مردم بکاهیم و در نهایت بتوانیم با کمترین هزینه که این خدماتی رو که از خدمات فرهنگی رو بیش از پیش ارائه بدیم. حالا اگر در این رابطه برای این که من صحبت‌هایم خسته کننده نباشد سوالی یا پرسش دیگری هم دارید میتونید ارائه بدید که ما به تناسب اطلاعاتمون بتونیم پاسخگو باشیم. بسیار خوب، تشکر میکنم. یه سوال دیگه با اجازهتون. ببین خب هر جامعه‌ای کلاً بشریت در طول تاریخ در حال تغییر و تحول هست و مراحل مختلفی میتونه در هر مرحله این پدیده‌هایی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم به نام آسیب‌های اجتماعی اینا هم تغییر میکنن و راه درمان و شناخت از اون هم با گذشت زمان بیشتر میشه و من فکر میکنم در مثلا برگرد مثل هر مورد دیگه این پدیده های گذشته داره. مثلا در گذشته های دورتر تو جامعه اشکال ساده‌ترش بوده و جامعه مجبور شده برای معالجه این مورد مشکلاتی که در این راه داره. من به عنوان نمونه مثلا ما خودمون ترکمنان یک کسایی داشتیم به نام فرخان ها که اونا بخشی از این بیماری های روانی و چیزهای پدیده هایی که در جامعه پسندیده نیست و بسیاری آدم آلوده می شدن اون دچار می شدن در حال در راه درمان اون نیک می شدن. من با گفتن این مسئله میخوام اینو بگم که خب جامعه همیشه با چیزهای جدید راهکارهای جدید به سرعت یا سریع آشنا نمیشن. اون راهکارهای سنتی خودشون رو در درجه اول میشناسن و این احتیاج داره که جامعه با این مثل روش‌های جدید و راهکارهای جدیدی که مثل جنبه علمیتی داره، جنبه آزمایش شده هست و مثلا به عنوان تدبیر شده به عنوان درس تدریس میشه و مثلا در تمام جامعه بشری بخصوص در مناطق پیشرفته اینا با این مسائل آشنایی بیشترتر علمی وجود داره، تجارب بیشتر وجود داره. باید این جامعه ما هم میخواد این استفاده کنه. این باید تبلیغ باشه. این جامعه با این موضوع با این تحولات با این تغییراتی که اشکال سنتی به شکل جدیدش شده یعنی این مثلا باید بروز بشه به اون معروف افکت بشه و من فکر میکنم بخشی از زحمات شما و افراد آگاه جامعه که مصلح اجتماعی هستند علاقه‌مندند که این جامعه انسان‌ها از این پدیده‌های مثل خشونت، پدیده‌های مثل اعتیاد، مثل نمیدونم افسردگی تمام اینا که شاهد هستن میخوان این برطرف بشه چون عزیزان میشون هستن افراد جامعه هستن این مشکل برطرف بشه. اینها این تنها مثلا جنبه انسانی همدردی نشون میدن کافی نیست. اینها این متدهای جدید افرادی که در این راه دارن تلاش میکنن باید بتونن به جامعه شما کمک کنن که جامعه شناخت بیشتری پیدا کنن از این تلاش‌هایی که زحماتی که شما دارین میکشین و نظریاتی که در این رابطه ارائه میدین. من میخوام بگم که تو منطقه خود ما بیاییم تو منطقه ترکمن‌چای خود چند تا نشریه علاوه بر اینکه مناطق دیگه در میرن به اونجا پخش میشه خود نشریات منطقه هم وجود داره. سایت های منطقه امروز مثلا چیزا به شکل چیز اینترنتی سایت های هم وجود داره میتونن این مسائل مطرح کنن. همین مسائلی که ما داریم میکنیم اونا میتونن تطبیق بدن. مثلا میگم من فقط یک مورد دیدم اونم از جانب جامعه یک روزنامه‌ای که تو استان بلوچستان به اصطلاح صدای سیمای در منطقه بخش استان بلوچستان پخش میشه در میاره با شما مصاحبه داشت. میخوام بگم که بقیه نشریات هفتگی ماهانه یا سایت‌ها این رابطه یا افرادی که اجتماعات ما اونجا در افغانستان مثلا یک چیزی راه بندازن این رابطه یک اظهار علاقه یا توجه به این مسئله کار شما داشتن. من با صحبت کردیم در رابطه با مثلا مسئولین دولتی متوجه شدم که این مسئله گنجد
نوشتنش در این رابطه کارهای که شما کردین حداقل بیش از 10 تا اثر خلق کردین به جامعه ارائه دادین. چقدر جامعه توده مردم اونجا با این اثر شما، با این زحمات شما آشنا هستن، میدونن که این یک راه حل جدیده. چیزی فرمایید حالا این برنامه هایی که من فعالیت میکنم به تبعیت از باورها و اعتقادات قلبی خودم هست. کسی که یه طرح رو برنامه رو کار میکنه به تبعیت از باورهایش و اعتقادات قلبیش باشه، اجرای کار بزرگ همونطور که یادآوری کردم در سایه روابط انسانی ممکن میسر هست. به این شکل باورها که ما داریم، اعتقاداتی که ما داریم، تا زمانی که در قید حیات هستیم ما به این فعالیت رو ادامه میدیم. اگر ارگان‌های زیرک، افراد خیراندیش، فرهنگی با ما همکاری کردن، این طرح‌ها عملیاتی شدنش، اجرایی شدنش سرعت پیدا می‌کنه. اگر همکاری نکردن یا همکاری ضعیف بود، خب این حرکت همطوری حالا حرکت لاک‌پشتی به اصطلاح ادامه پیدا. و در این داستان من که اون موارد روانی یا غیر ذالک مطرح کردیم، سوالاتی در این رابطه که مطرح شد، من یک کتابی تحت عنوان مقابله با استرس، افسردگی، خودکشی و روش‌های درمان آن مثلا این 16 عنوان کتاب من هست که به این شکل این رو طراحی کردیم، تألیف کردیم. یه جنبه خود درمانی هم میتونه داشته باشه. کسانی که این کتاب رو مطالعه میکنن میتونن به عنوان مشاور وارد عمل بشن یا یک سری چیزهای مقدماتی رو، مشکلات مقدماتی رو تشخیص بدن و خودشون حل و فصل بکنن. یک جنبه درمانی هم داره. حالا اون جنبه های درمانی ممکنه با ورزش باشه، پیاده روی باشه، نفس عمیق کشیدن باشه، رقص شدن باشه، یا جنبه دارو درمانی داشته باشه. گاهی هم نیاز به مشاوره با پزشک داشته باشه، قطعا هم نیاز به مشاوره با افراد متخصص یا غیر ذالک داره. ما در این رابطه فعالیت‌های خودمون رو به این شکل آوردیم و کسانی که می‌خواهند مسائل مشکلات داخل خانواده رو حل فصل کنن، مسائل مشکلات فردی رو حل فصل کنن، میتونن جوابش رو از داخل این کتاب دریافت کنن. و در این قسمت آخر هم همون راهکار جدید جهت ارائه خدمات فرهنگی ما اینجا آوردیم که این توضیحاتی که داریم در اینجا هم هست، تکرار شده و به این ترتیب کتاب ها کنن در این راستا. یا یک کتاب 300 صفحه‌ای تحت عنوان احتیاط، پیشگیری از احتیاط تألیف کردیم. خب این نوع کتاب ها هم هست. ما حالا در آینده برنامه هایی که داریم که یه سریش رو فعلا دیگه ما نمیتونیم چون از اینا رو برملا بکنیم که از امتیازات این رو در جهت حفظ موقعیت پایتخت کتاب بودن شهرستان خودمون، استان گلستانمون خواهیم اینو حفظش بکنیم. به هر حال ما میتونیم این طرح‌ها رو گسترش بدیم. حالا ممکنه یک کارت کتاب در راستای آموزش مهارت‌های مقدماتی زندگی باشه. ممکنه یکی از این کارت در راستای شادابی و تراوت در مراحل مختلف زندگی باشه و یکی دیگر در راستای پیشگیری از اعتیاد باشه، ایدز باشه و خیلی از مسائل آسیب‌زای دیگر باشه. ما این رو در 10 مدل و نمونه‌های دیگری طراحی داریم می‌کنیم و گسترش میدیم. به این ترتیب اگر من یه آدم سرمایه‌داری بودم یا آدم مالیم خوب بود تا حالا که کتاب‌های رایگان در 10,000 جلد من توزیع کردم به بهانه‌های مختلف در میان اقشار مختلف و خداوند اگر وضعیت مالی من رو بهبود ببخشه و میتونم به صورت نیمه رایگان این کتاب‌ها رو مثلا ارائه بدم. کما اینکه من این رو در 5,000 نسخه به چاپ رسوندم، الان 3,000 نسخه شو من جهت تبلیغ رایگان در اختیار شد و الان افراد خیراندیشی هم ممکنه پیدا بشن که
این 200 جلد از این کارت کتاب ها رو به عنوان کادو در جشن عروسی فرزندانشون، خویشاوندانشون، رایگان تقدیم میکنن. با همچین انتظاراتی از افراد خیراندیش داریم و امید میره که این کارت کتاب ها که هم کارت دعوت هست و هم کتاب هست بتونه ناگفته های والدین رو در میان اعضای خانواده یادآوری بکنه و همینطور این رونق پیدا بکنه. الان جامعه ما به گونه‌ای است که یک روسری 200,000 تومانی یا 300,000 تومانی مد میشه، معمول میشه، اعضای خانواده آب و آتش میزنن این رو تهیه میکنن. این قیمت تمام شدهش به پول ایران 1000 تومان بیشتر نیست. و هر پدری یا مادری بالاخره اگر علاقمند به تعلیم تربیت باشه که هستن حتما میتونن ماهیانه یک کتاب 2000 تومانی رو مثلا بیارن به خانوادهشون تقدیم بکنن. حالا بگذاریم از اینکه میتونن کتابخانه خصوصی داشته، بگذاریم از اینکه با برخوردهای تشویقی به ترغیبی اینا میتونن که علاقمند به مطالعه بکنن. سرانه مطالعه در جامعه ما خیلی پایین متاسفانه. ما باید یک کاری، هر کسی تا میتونه یک کاری انجام بدیم. ما الان با درک شرایط به ضرورت ها داریم گام برمیداریم و میخواهیم که افراد جامعه را علاقمند به مطالعه به کتابخوانی بدیم. زیرا کتاب بهترین دوست انسانه. کتاب دانشمندی است که بی‌طرفانه معایب انسان رو، محاسن انسان رو حتی در یک کفه ترازو میذاره، مطابق آنچه هست نشون میده. پس بنابراین این نکته مهم و اساسی است در جهت متحول سازی و ایجاد تغییر در سطح جامعه. باز هم اگر سوالی داریم میتونیم مطرح کنیم. من یه سوال دیگه هم باید بذاریم مطرح کنم. من اخیراً یه مقاله میخوندم قرار داده بود اینجا اینکه توی کردستان به زبان کردی دوره متوسطه و دوره تحصیلی تدریس خواهد شد و یکی رو بررسی کرده بود، اظهار نظر کرده بود که فوق بررسی های خودش این در رابطه با آسیب‌های اجتماعی این میتونه مفید واقع بشه. افرادی که میان با زبان و ادبیات و شعر خود بیشتر آشنا میشن، آسیب پذیری اینا کمتر میشه. یه همچین جزو نقاط به اصطلاح جنبه‌های مثبت و مفید اینو اینجوری برشمرده. من همینجور که الان این چیزی که فرصتی که شما بتونیم مصاحبه تفکیک بدیم در رابطه با آسیب‌های اجتماعی، خواستم بپرسم که این مسئله طبیعی است که ترکمن‌ها جزئی از ایران است، هم جزئی از مردم ایران هستن، این به اصطلاح حق و حقوق شامل اونها هم خواهد شد، خودشون تحصیل خواهند کرد. ما با این امیدواری از کردستان شروع شده میخوام این سوال رو بکنم آیا این باز میتونه در رابطه با این مسئله نقش مثبتی ایفا بکنه، نقش مثبت‌تری داشته باشه که مردم بیشتر این مسئله که با به اصطلاح مال امروز هست باید آگاه بشن با این تلاش‌های شما و از این سعی کنن بهره بگیرن و بشه از این طریق مثلا نقش مثبتش رو ببینیم. این لطفا نظر بدین که این رابطه نظر چه نظری دارید؟ بسیار خوب. حالا گرچه بعضی مسائل شاید در تفصیل نباشه ولی سعی میکنم تا اونجایی که اطلاعات میده پاسخگو باشم. این کارت کتاب ها رو که ملاحظه می‌فرمایید من بارها در جلسات مختلف در نمایش‌ها در کنفرانس‌هایی که در استان گلستان بالاخص مطرح بود خب معرفی کردم و اونجا اعلام کردم که خب دوستانی که کتاب تالیف میکنن یا در رابطه با زبان قومیت‌ها فعالیت دارن میتونن حتی اینو به زبان محلی یا ترکمنی هم مثلا برگردنن و اونو چاپ کنن به تالیف برسونن. البته اون مسئله زبان و غیر ذالک خب در قانون اساسی هم مطرح شده و الان جامعه ما به دلیل که با کار آمدن دولت جدید تحت عنوان دولت تغییر عمومی
بعد یا مقام معظم رهبری که صحبت از همدلی و همین زبانی میکنن که در این راستا یک قدم‌هایی داره برداشته میشه و ما امیدواریم که این قدم‌ها بیش از پیش سرعت بگیره و این چیزی که در قانون اساسی مطرح شده در رابطه با مسائل مشکلات قومیت‌ها که در طول تاریخ اینا در ناینحل مونده و شدت ضعف هم داشته، انشاءالله در آینده یه مقدار تخفیف پیدا بکنه یا در تحقیقاتش سرعت‌هایی داشته باشه. و اینجاست که الان کتاب‌های مختلفی به زبان ترکمنی هم چاپ شده و دوستان مؤلفان دیگری همکاران دیگری در این راستا فعالیت میکنن و علائم آثار توجه به قومیت‌ها و توجه به زبان، توجه به خواسته‌ها و انتظارات در دولت جدید دیده میشه و امیدواریم که مسئله همدلی و همزبانی و همگامی و همکاری این نوشارها تحقق عملی پیدا بکنه که تا در این راستا اقدامات جدیدتری تازه‌تری هم بهش شاهد باشیم. بسیار ممنون. یک سوال کوتاه دیگه، من اینجوری فکر میکنم که این تنها جامعه ما نیست که با این پدیده‌های دردناک مواجه میشه و دست به گریبانه. موقتا تو کشورهای همسایه ما منطقه دنیا، کشورهای دیگه هم که رابطه هستن و احتمالاً یه تشکل‌های جهانی دارن، مثل پزشکا که مثل تشکل جهانی دارن، مثل خبرنگارا با هم این چیزا دارن، اونها هم دارن آدمایی که در رابطه با این پدیده‌های آسیب‌های اجتماعی چیز میکنن، کار میکنن. احتمالاً یه و این من خودم حدس میزنم چون اطلاعاتی ندارم، فکر میکنم اگه داشته باشن لابد بولتن‌هایی دارن، همکاری‌هایی دارن. به نظر شما میرسه که ما بتونیم با اونا آشنا بشیم، مثلا در آینده برنامه‌ای در نظر بگیریم که مثلا از تجارب اونا نوشته شده باشه، اینا استفاده بکنیم در رابطه با کشور خودمون، جامعه خودمون، از اون بتونیم اسلامی ترجمه ارائه بدیم یا خودتون در صحبتاتون مسئله مطرح بکنیم یا به شکل این ابتکارات جدیدی که به خرج دادیم اونجا مثلا نمونه‌های اونا رو هم بیاریم که تو این رابطه مثلا موفق شدن، تجاربی به دست آوردن. شما در این رابطه لطفاً اظهار نظر کنید. البته وقتی صحبت از آسیب‌های اجتماعی می‌کنیم، این مختص یک نوع جامعه یا دو نوع جامعه نمیشه. همونطور که الان من که در بسیاری از کشورهای اروپایی علاوه ایالت‌های آلمان که مثلا از نزدیک دارم می‌بینم، مسئله اعتیاد رو در اینجا هم من می‌بینم. در مسیر در خیابان افرادی رو می‌بینم که یه دستشون لیوان مقوایی هست، یه دستشون هم مشروبات الکلی هست. این نشانه بارز وجود اعتیاد در کشورهای اروپایی هست. در کشور ما هم به همین ترتیب این مسئله هست. منتها جلوی ضرر از هر جا بگیری منفعت و ما در این راستا تلاش میکنیم که در حال حاضر یه هماهنگی‌های بین ارگان‌های زیرم، حالا ستاد مبارزه با مواد مخدر و بعد ارائه کنندگان خدمات فرهنگی و بالاخره یه سری ارگان‌هایی هستن که مرتبط به هم بوده. بعضیا احساس میکنیم یه حلقه مفقوده‌ای در دم این ارگان‌ها وجود داره که امیدواریم که این حلقه مفقوده، اون خلایی که احساس میکنیم که داشت پر بشه. حالا ما در این راستا همین کاری که داریم انجام میدیم در مورد اعتیاد هم از این کارت کتاب‌ها داریم تهیه میکنیم. من به سهم خودم این کارا رو دارم انجام میدم، به ادامه خواهم داد. حالا همطور که عرض کردم اگر چنانچه همکاری صورت بگیره، سرعت پیدا میکنه، همکاری صورت میگیره، حالا به کندی شاید و این کارت کتاب‌ها رو من دارم بعضیاشو به انگلیسی برمیگردونم و الان این یکی رو من به انگلیسی ترجمه کردم و یکی دومیشم به زبان آلمانی دارم ترجمه میکنم. حالا در رابطه با اعتیاد و فلان هم یه راهنمودهای ارائه میدیم، همایش‌های اونجا تشکیل داده میشه و
همون مسئله آموزش خانواده نکته خیلی مهمیه که این خانواده وقتی که فرهنگش سوادش ارتقا پیدا بکنه این میتونه جلوی بسیاری از ضرر و زیانهای ناشی از اعتیاد رو بگیره. یا مسئله بیکاری که مثلا پیامدهای منفی داره، در این راستا خانواده یه وظیفه‌ای داره، مدارس یه وظیفه‌ای دارن، دانشگاه هم یه وظیفه‌ای داره، دولت هم یه وظیفه‌ای داره. اگر خانواده درست وظیفه‌شو انجام نده حاصل زحمات مدارس دانشگاه رو برباد میده. اگر مدارس به وظایف خودشون درست عمل نکنه حاصل زحمات خانواده رو برباد میده. اگر دولت به وظایف خودش درست عمل نکنه حاصل زحمات همه رو میتونه برباد. اینجاست که یه هماهنگی لازم هست در این راستا. این کار یک نفر یا دو نفر هم نیست. ما دست نیاز به طرف ارگان‌های زیرک دراز میکنیم، افراد خیراندیش دراز میکنیم و هر کس تا میتونه یک کاری رو انجام بده، قدمی رو برداره و یک مسافرت 1000 فرسنگی با قدم اول آغاز میشه. بنابراین ما نباید دست بذاریم که دیگه کار از کار گذشته، کاری نمیتونیم انجام بدیم. ما خیلی از کارها رو میتونیم انجام بدیم در جهت ارائه خدمات فرهنگی. قشر فرهنگی میتونه این کارها رو انجام بده و اقشار دیگر جامعه، قشر روحانی میتونه این کارها رو انجام بده و برنامه ریزان به همین ترتیب وقتی یه جامعه از یک برنامه ریزی دقیق و درست تغذیه بکنه قطعا تقویت پیدا میکنه. ما نیاز به برنامه‌ریزی میان مدت صحیح داریم، دراز مدت صحیح داریم، کوتاه مدت صحیح داریم که نیاز به خیز اقتصادی داریم، نیاز به جهش اقتصادی داریم و اینها کلا مرتبط با هم هستند، در ارتباط هستند و علائم و آثار این خیز اقتصادی، خیز فرهنگی الحمدلله که در دولت جدید دیده میشه و ما امیدواریم که با گذشت زمان بتوانیم بر بسیاری از مسائل مشکلات اجتماعی و آسیب‌زا غلبه پیدا کنیم. تشکر میکنم از اینکه لطف کردین، خواهش ما را پذیرفتین. بسیار خوب. امیدوارم که هرچه بیشتر موفق باشیم تا جامعه از این گرفتاری‌ها رهایی پیدا بکنه.